اولین برنامه خودم رو در جاوا میخوام بنویسم. اولین برنامه خودم رو در جاوا میخوام بنویسم. ببینم چجوری باید برنامه نویسی کنم. وارد پوشه د میشم. ببخشید وارد درایو د میشم. یه پوشه درست میکنم به نام چی بابا؟ تهران. اسم پوشم چیه؟ تهران. در داخل چه درایوی؟ د. راست کلیک میکنم. وارد پوشه تهران میشم. راست کلیک میکنم. نوشته تکست داکیومنت. همون نوتپد، یه فایل تکست میسازم. اسمش رو میذارم امیرسام. پسوندش رو میذارم دات جاوا. عزیزان یک چیزی رو دقت کنید، در سیستم عامل ویندوز شما وقتی که ویندوزتون دیفالت باشه پسوند رو نمیتونید عوض کنید. اگر دچار این مشکل شدید باید تشریف بیارید در قسمت اورگانایز، بیاید در قسمت فولدر آپشن، بیاید در قسمت ویو، تیک هاید اکستنشن رو باید بردارید. من برداشتم. اگر تیکش باشه شما پسوند فایل رو نمیتونید عوض کنید. یعنی اگر بذاری amirsam.java اسمی که براش میذاره amirsam.java.txt خواهد بود. من با این موافق نیستم، یعنی نباید این کار رو بکنید. این فایل amirsam.java رو با یک برنامه‌ای مثل برنامه نوتپد باز میکنم. بلد نیستم، بهم بگو الان تو چه پوشه ایم؟ پس میگم پکیج فاصله تهران. الان بهتر شد. بذار بازم بهترش. الان بهتر شد. آره. اسم کلاس هم چیه؟ اسم فایل هم چیه؟ درست شد. پس اسم پوشت میشه اسم پکیجت، اسم کلاست میشه اسم فایلت میشه اسم کلاست. یه کلاس دارم به نام امیرسام در داخل پوشه تهران. داخل امیرسام یک متد دارم به نام متد چی بابا؟ در داخل متد مین یک دستور نوشتم system.out.println سلام. این باعث میشه کلمه سلام در کنسول شما چاپ بشه. این فایل رو سیوش میکنم. مرحله بعدی چیه؟ تا اینجا SRC رو من ساختم. مرحله بعد چیه بچه‌ها؟ کامپایل. پس تشریف بیارید در محیط داس CMD. حالا این جدیدانش میگن کامند پرامپت. ما وارد CMD میشیم، همون داس خودمون. میریم تو کدوم درایو؟ ده. میریم داخل کدوم پوشه؟ خیر عزیزان، داخل پوشه دیگه نمیریم. میگیم جاوا. یعنی چی؟ جاوا کامپایلر. یا همون جاوا کامپایل کن. کی رو؟ تهران امیرسام دات چی بابا؟ جاوا. اگر برنامه من ایرادی نداشته باشه بغل کلاس امیرسام دات جاوا یه فایل میسازه امیرسام دات کلاس. بچه بایت کدی که تو جاوا میگفتیم همینه. این بایت کده. خیلی هاتون میگید آقای بهادری قابل خوندن نیست. کاملا این بایت کد قابل فهمه. خیلی عجیب غریب نیست. حتی جالب بدونید کلمه یه سلام رو شما این تو دارید میبینید. به این میگم بایت کد. کد واسطه ما. خب بایت کد رو خودش رو نمیتونیم اجرا کنیم. باید به کی تحویلش بدیم؟ JVM. جاوا اشاره میکنه به کی؟ JVM. جاوا اسپیس تهران. این دفعه دات امیرسام. همونطور که ببینید کلمه سلام در کنسول خروجی چاپ شد. استاد یا نجمی خب بچه چند تا چیز اینجا مهمه. یکی اس استرینگ بزرگه، یکی اس
سیستم. باقی این چیزایی که نوشتم و ای امیرسام هم راستی بزرگه. باقی چیزایی که نوشتم همه کوچیکه. بچه تو جاوا حتما اسم پکیج میشه اسم فولدر، اسم فایلتون میشه اسم کلاستون. حتی به حرف کوچیک بزرگ هم حساسه، یعنی اگر این یش بزرگه اینا باید یش بزرگ باشه. متوجهین؟ دست بلند کن. نامتوجهین؟ عزیزانی که در وضعیت خلسه به سر میبرن. خب این اولی برنامه‌ای که ما تو جاوا نوشتیم. بچه‌ها اگر من اینجا اروری ایجاد کنم، مثلا به جایی که من میگم پابلیک استاتیک void main بنویسم پابلیک استاتیک و این رو کد رو بخوام دوباره بعد الان کد رو تغییر دادیم، دوباره باید چیکارش کنیم بچه‌ها؟ کامپایلش کنیم، به من ارور میده و با این علامت به من دقیقاً نشون میده که ارور کجاست، پشت استاتیک.